روز و روزگارتان بخیر باشد هموطنان عزیز. خیلی شاد هستیم که ما را نصیب بوده است دیدار بینید در برنامه نورافکن و حالا برنامه نورافکن از مهمانی خاندان شما. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن چون همیشگی منبر سینماگران است و این نوبت نصیبه مهمانی برنامه ما هستند نفری که به واسطه حیاتش رو به سینما بخشیده است و چون که میگن اساس سینما نوار است، یعنی نواربرداری خیلی هم ورزیده کارمند شایسته تاجیکستان زاور دخته و همزمان خیلی هم صورتگیری ورزیده هستند که یعنی فعالیتشون خیلی هم امروز نظر است. درست است. شما رو خوش آمدید میگویم بس نورافکن. زاور دخته نواربردори маъруф мусаввир ходими хизматнишондодаи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ғолиби чандин мусобиқаҳо ва кинофестивалҳои байналмилалӣ аст. ӯ соли 1936 дар доғистон таваллуд шудааст. тӯли 60 сол дар душанбе зиндагӣ мекунад. аз соли 1955 то соли 1958 дар хонаи байналмилалии бачаҳои шаҳри иваново таҳсилу зиндагӣ мекард. аз он ҷо ба киностудияи тоҷикфилм омад. баъди чанде ба донишгоҳи кинематография дохил шуда ҳанӯз дар курси сеюм ҳамчун наворбардори касбии тоҷикфилм шинохта шуд. кори дипломии ӯ филми кӯтоҳметражии ҳунарии лоле буд. заурро аз он вақт эътироф карданд ва соли 1968 ӯ филми пурраметражии вохӯрӣ дар назди масҷиди кӯҳнаро ба навор гирифт. сипас силсила филмҳои 4 нафар аз чорсанг, паланг зарур аст, шераки ҷасур ва чанд номгӯи дигарро ба навор гирифт. ҳамкории ӯ бо коргардони маъруф Борис Кимёгаров дар эҷодиёташ мақоми хос дорад. одам пӯсташро иваз мекунад ва Рустаму Суҳроб филмҳое буданд ки на танҳо дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ, балки хориҷ аз он тамошобини бешумор доштанд. дар маъруф гаштани ин филмҳо нақши филмбардор Заур Дахте хеле бузург аст. сараввал шурӯъ мекунем аз якумин саволи мо чунин аст ки яъне барои чӣ маҳз яъне насаби шумо унвон гирифтааст Заур Дахте ва агар хато накунам ин сеюм насаби шумо аст. бия дар ин бора аввал қисса шаҳр ҳам як насаби аҷиб ам аст. خب آدم تولد می شود تولد نامه میتیم نام من رستمов بود. من خودم در داغستان تولد شدم، شهر مخچکالا تولد شدم و خانواده‌های ما فامیل‌های ما زیاد هستند، اکنون هم همینجا هستند در داغستان. لیکن همین خیلی شد که من تولد شدم 37 سال اون وقتا یک فیلم موسیم کرده بود درباره یکمین جنگ جهانی ابرک زاور فیلم داشت. ابرک یعنی روزن زاور روزن. بعد حسن حسین نامای گوناگون می‌خواستند یک عمویم یعنی برادر پدرم و در مسکو خوانده بود گیتس تئاترالنی و گفت چی به سفرمن نام ها مانید من ابرک زاور فیلم میرد ابرک پرتای زاور شما نید از همین نام زاور زاور چی اندیشه دارید به شما تاثیر کرد که شما انمی راهی سینما رو انتخاب کردید؟ ممکن از فیلم مونده که آخه میگن کدام نام که میمونن آدم همین رشته میوبد. منم از نام کینو موندم ممکن برای این، اما من لیکن نمیخواستم، اول فکر نداشتم که در سینما کار کنم. وقتی که من میخواندم در مکتب من شغل داشتم به هواپیما اویاسیون میگیم. من چند سالها در دوشنبه دیست تکنیک استانسیا بعد دو صف دوشنبه دو صف که داریم اونجا اوی مدل کروژوک میگفتن، اونجا مدل ها میساختم و بهترین نتیجه من در روسیه هفتم جا بود. در سنت پترزبورگ وقت لنینگراد میگفتن اونجا اشتراک کرده بودم و 57 سال در ژورنال کریل رودینا درباره من مقاله هست که من باک اختراع کردم اما نفهمیدم که باید لیسانس کنم که نامم ماند. اون وقتا برای مدل از
فلز باک میساختن برای بنزین ریختن. نه که میلرزد موتور وقتی پرواز عوض میشد اونجا گاه هوا میرد موتور بد کار میکنن. من چیکار کردم؟ من پفک گرفتم، پفک در اونش بنزین گروچی میریختم، بعد شلنگ موتور وصل میکردم و در موتور جا میکردم. یعنی 60-70 گرم وزن من کمتر میشد وزن سمالیات. یعنی یک نوع اختراعکاری کردید شما. بعد در اونش هوا نیست، فشار هوا نباشد، سمالیات پیلوتاژ میگه، فیگورای گوناگون میکنه. چخیر پرواز کند هوا نیست اونجا موتور نقص کار میکرد. همه تعجب میکرد چه موتورهای خارجی برای این کار میکند، همین خیلی هوا چک چک نمیکند. بعد سیوم بار که من گفتم نتیجه نقص کنم حساب نشد، زمین خورد شکست موتور و باک قطعی همه دیدن این چی فهمیدن از چی است. بعد از این همه تمام در دنیا همه خیلی کردن از فکر با کردن. یعنی اولین اختراع شما بود. من چون که فکر داشتم وارد دانشکده هواپیما وارد شوم، یعنی آوی کنسترکتور شوم تمام چیز. چون من 17 کرات چمپیون تاجیکستان بودم در هواپیما. هر هواپیما مدل که میکردم دیگر میشد، دیگر مدل ها میساختم. چون که شوق داشتم، دوست داشتم. خب پس چی شد که شما وارد گردید به دنیای سینما؟ یعنی نه دهم سیم که تمام کردم چیزام داکومنتام دادم همین مسکووسکی اویاسیون اینستیتوت. منو قبول نکردن چون که پاسپورتم اون وقت روسی نبود، временный پاسپورت بود без гражданства. گفتن شما از خارج اومدید اما حاضر ما کافدر تازه داریم، راکتن کافدر اونجا засекреченный برای نگرفتن. اما بعد 2-3 سال گذشت، همین جنگ ویتنام که تموم شد، خارجی برعکس اگر اون وقتا ما استودنتا 22 سوم روبل میدادم استیپندیا، خارجی با 90 سوم روبل میدادن. برعکس من اومدم دوشنبه یک شخصی با احترام بود، بهرام سیروس اکادمیک بود و خانه و مهمان بودیم که همین معاون وزیر فرهنگ اون وقتا مهربان نظرم بود. وقتی آشنا شده همین گپ چیکار میکنی؟ گفتم همین خیر شد. میخوای خیلی چیکار؟ گفتم خیلی صورتگیری من دوست دارم، صورت میگیرم، چین دارم. گفت میخوای همین کنستوی را همجور صورتگیری یا اپراتور میشه چی میشه؟ اما اون وقتا اسیستنت قبول کردن مشکل بود، حاضر هیچی نیست. اون وقت رفتم دیرکتورش اسلاموف بود، دیرکتور تاجیک فیلم. گفت شما یک چند تا صورت گیرید بیارید نشان دهید بعد ما فکر میکنیم. من رفتم یک رپورتاج یک 20 صورت گرفتم چاپ کرده آوردم. بعد من گفتن حاضر штатный единиц نداریم، اما فوتوسخ داریم جا. خیلی فوتوسخ رفتم قریب 4-5 ماه همجا کار کردم که بعدا من اسیستنت جا شد، اسیستنت شدم. اون وقتا کار میکرد در فیلم حجتی. اون وقت کوزین واسیلیچ بود، بیدیل بود ولادیمیر بیدیل، بعد نرزولو تیلاєв بود، تاشев، اکتام تیلاєв اینا. یعنی شما اول کار کردید بعدا به خوندن رفتید؟ حاضر میگم نه. چون بله، چون سال گذشت بود تا سال آینده وقتی بیام. همین چی شد که بعد من خیلی خرسندم که همون وقتا یک اپراتور بود، عربوف، محمدکول عربوف و همیشه از اسیستنت درخواست میکرد که همین چیز تیار باشه، چی باشه. خیلی اگر نباشه خیلی عصبی میشد، جنگ میکرد، برای هیچ کس نمیخواست کار کنه. من گفتم چی بخواید این خیلی، من خودم نزدش اومده گفتم من میخوام شما قطعی کار کنم، اسیستنت باشم. چی در کار گوید که بعد گپی زیادی نشنوم. من گفت بعد همیشه باید تازه باشد، اپتیک باید تازه باشد، اکومولاتور باید همیشه شارژ کرده تیار باشد، شتاتیو تازه باشد، تیار باشد. اگر بعد از 5 منوت سیوم کنید شما تیار باشید، بعد جای خودت شنیدین برابر نروید. گفتم ایلاش یعنی سختگیر بودم در کاری. سختگیر بودم، اما خیلی آدم باید هم خیلی باشه داخل. بله. آدم که کار سخت نمیبیند بعد کارهای نقض نمیشد کارش هم وقت. برای این وای استاد من با باوری یافت. مثلا اون وقتا کامرای فرانسوز کامرا بود، دیبریل میگفتن، دست خطی میچپوندن. مثلا گاه میگفت 2 تا کامرا میگیریم، شما رفته از بالا میگیرید، مثلا خودش از پایین رپورتاج میگم.
همین خود اگر برکم شود یگان بار نگفت که این اسیستنت کرده است نمیداند. گردن خودش میگرفت که یعنی من اپراتور هستم، من جوابگیر هستم. اما یک بار هم خیلی شد که در دومکنه یک فیلم خارجی نشان میدادن، وقت زکریت پرسمات میگفتن گاه میشد، اما در رایکوم زسیدانی بود، باید بود اونجا سیومکی شود. و عرب که زور شما میتونید خودتون گیرید. من اویلم وعده دادم که سینما میریم، گفتم خیلی میلش. من هم گرفتم وقت کاتب یکم کاتب سکه اومد اونجا. خیلی منو وایم گرفتم، پورتریتش گرفتم، کروپن سریدن آبش همش گرفتم. همش نقضه هیچ کم نفهمید که یعنی من گرفتم. از چه گرفتم در اپرات گرفتگی. بعد از این به من اپرات باوری کردن. باوری زیادتر شد. بعد رفتم وارد گیگ شدم، هم سنتبر شد. Они хотят работать для народа. Все наши женщины должны начать новую жизнь. Вы сейчас увидите наши трактора, железных коней. Они не пьют, не едят, даже не спят. А девушкам можно на курсы? Да что ты, Паша? Послушай, соседка, ты видишь, что она болтает? Да, я все слышу, что говорит эта бессовестная. Тихо! Не слышу я! Помолчите! Пускай только попробует поехать в город. Посмотрим. سیوم کورس بودم که از مسکو یک تلگرام اومد که головной гест در Калининград میساختن وقت срочно требуется съемки головной гест. و شد که در خرونیک یگان کس نیست. کوزین ویدیو همه کجا رفته هیچ کس نیستن سیومکا. همین پلانگاریت میگن میسازن. من گفتم میخواید تید من میگیرم. نه شما نمیتوانید این برای مسکو در کار. گفتم من فکر میکنم میتوانم. بعد گفتم خیلی مالش شما یک نسخه گیرید برای ما نوست تاجیکستان، یک تا برای نوستدنیا برای مسکو. کسی تو گوناگون کرد. من خیلی کردم گرفتم فرستادم. بعد اینجا ظاهر کردم من به سیوم کاتگوری دادن، یعنی چهارم که آخرین است سیوم تک. بعد از یک هفته کار میبینم که من دیرектور دعوت میکنند кабинет. Телеграм метят. Телеграм несет Центральный институт документальных фильмов объявляет кинооператору Зауру Дахте благодарность за отлично снятый сюжет головной гест. Директор میگه چیکار اینجا سیوم کاتگوری دادن، گفتن چیز کردن شما اینجا مسکو благодарность میتید، این هر ماه نمیاد همین تلگرام ها ما. گفتم نمیدونم چی میگه. گفت خیلی بعد از یک هفته ژورنال میاد تماشا میکنی. وقتی ژورنال اومد اینا زالبا تشکیل رامن ماروزوی یوگنی وان رئیسورش بود. این تجهیز وارد نشون دادم بعد مسکوسکی برد. معلوم شد اونجا که головной гест کردن خیلی общий план چطور میگیرن крупный детали میگیرن، اما اونجا من دیدم یک کران بود باشن کران میگن. من بالاش رفتم، این بلندترین چیز بود. بعد این سтрелка که میگن 30 متر درازیش. من با درونش تا آخرش رفته ایستادم. اینجا ماشینیست قطعی گفتم سرعت‌های گوناگون دارد، انتخاب کردیم کدوم سرعت چرخ زند. یعنی این اینجا هست، اینجا استرویک نزدیک است. سوارشیک چیک میکنن نزدیک میبینن. بعد آساسه که میرد چرخ آساسه من کامر پای میونم ماشین زال دیده میشد که توربین ها کجا باید باشد چون صف نداشت. بعد تا آخر میرد دریا دیده میشد کجا دریا آب جمع میشد. این 18 متر درازی پلان بود. ماروزو همین اولش که دیتال سوار که من برید نیم متر استفاده کرد دیگر هیچی. اما مسکو یگان چیزی که اونور کردن با همین کران نشون داد یک پلان 18 متر. تمام تکست بالاش موند که در تاجیکستان هم خیلی چیز میشه تموم شد. کورد که یاسن روسا میگن. بعد دیرکتور خیس گفت اگر من اونجا بودم میدیدم این کار میکنه اجازه نمیدادم چون این بالا کران رفتن استرلک خدا نکنه غلط چیزی چی میشه. اما اپراتور رفت ریسک کرده شوم کرده است اما رئیسور ندید حس نکرد. منم مسکو چکلی استفاده کرد. برای یوگنی وانو одну категорию ресурс пой میکنم. اسیستنت اپراتور زاور دخته زبان اپراتور. خیلی خوب. من سیوم کورس بودم زبان اپراتور گرفتم.
شما در برابر فیلم های مستند چندین فیلم های بدیعی یعنی فیلم های هنری رو نواربرداری کردید. از همه همون فیلمی که برای شما پسند بود یعنی هم روندیکار هم بعد از تماشای فیلم کاری خودتون کدام فیلم است؟ میدونید من میخواندم در رشته فیلم های حجتی درس خونده بودم، اما همین دیپلم کارم گرفتم فیلم ملیکه. یعنی اینجا تصحیح کردن فیلم ملیکه درباره دیپلم ستاره بالت تاجیک ملیکه رقاص معروف تاجیکستان اون وقت معروف اونقدر نبود و اونجا و ملیکه نمیخواست کینو گیرم. من گفتم ملیکه هر کس هر شخصی از خودش یک یادگاری میگذارد، مثلا رسام یک چیز میکشد که میماند اصرها. گفتم کینو برای این است حوض چکل میرقصی سالها میماند، بعد میبین مقایسه میکنی این قطعی کی نقصد، بعد راضی شد. اما این فیلم گرفتم. این پیشنهاد شما بود؟ پیشنهاد من بود، بله. این فیلم معقول شد خود سوید به برای این من به دادن فیلم همین فیلم قضیه دیپلم دفاع کردم. برای من دیپلم دادن کینواپراتور پسند خودش این دکومنتاری فیلم بود. همین فیلم برای این باوری کردم. اون وقت فیلم واخوری در مسجد کوهنه استریچ و سر میچید نام داشت. این یک وسترن بود، بایویک بود. بله. چون که فیلم برداشت مشکل بود، اسحاقتی بسمچه‌ها چیزا، اما تاجیک فیلم باوری کرد ما داد این فیلم و رئیسورش هم حمیدوف صحبت، اینم دبوتش بود. صحبت حمیدوف. بله. و در این فیلم خیلی کاسکادیوری نیز کرده اید شما؟ بله، اونجا چون که 7 کاسکادیور دعوت کرده بودیم، من وایقتی سحری میخیستم 1 ساعت تمرین میکردم. برای چی؟ که برای این وقتی از سوار شده کامر قطعی استفاده کردم، از پایین از بالا گیرم. اما باید من فکر میکنم هر فیلم بردار باید این کار کند. یعنی در فیلم چی ریشه رانندگی باشد باید رانندگی یاد گیرد، چی باشد که کامر در حرکت باشد. заур дахте дар сохтани зиёда аз 600 филмҳо ширкат варзидааст. 2 филми зебои ӯ ба маликаи балети тоҷику шӯравӣ малика собирова бахшида шудаанд. ба филми аввал малика ҷоизаи кинофестивали ҷумҳуриҳои осиёи марказӣ эҳдо шуда буд. баъди вафоти малика собирова заур дахте соли 1982 филми дуюм маликаи моро ба навор гирифт. солҳои 70-80 асри гузашта ӯ чандин бор амалиётҳои ҷанги афғонистонро наворгирӣ кардааст. сӯжаҳои зиёде дар бораи археологҳо ва бозёфтҳои онҳо аз қабили муҷассамаи будок инъикоскунандаи воқеаҳои таърихӣ мебошанд. ҷасорату мардонагии заур баъди ба парашют ҷаҳидан ва наворбардорӣ кардани чемпиони чандинкаратаи ҷаҳон юрий баранов барои филми бошандаи осмон то ба имрӯз вирди забонҳост. барои ин филм дар кинофестивали байналмилалии Каунас ба ӯ ҷоизаи аввал эҳдо гардид. дар филми бошандагони осмон шумо аз болои чархбол яъне сабт намудед, яъне аз болои чархбол бо парашют паридед, яъне қаҳрамонатонро дар фазо сабт намудед. ин чӣ гуна ба шумо даст дод? яъне мушкилӣ тарс он вақта якта чатрбоз доштим, юрий баранов ном дошт. 50 чанд крат қаҳрамони тоҷикистону ҷаҳону чизҳо иштирок кардааст. ин як дар русия як ном дорад, ҳам мешиносам. ман гуфтам биё филм гирем. гуфтам не, барои пул надорем филм. гуфтам хай, ман ба ҷои киножурнал, اونجا مبلغش جدا کم ژورنال، چون خودش فیلمم ژورنال چورنبیل سیاه‌سفید. من هم مبلغی که بود فقط نوار خریدم رنگی باشد، چون سیاه‌سفید نقص نمیشه گفتم سفید باشد. بعد 2 سال قدی گپ زدم که همه پایسکا و ماشین چیز اونا من یافتم تن.
وقتی پریدن سر شد من از سمالت دیگر هم 2 صف ایردرون گرفتم. بعد گفتم خودم چون که تماشا کرد 1 هفته فیلم گرفتم تیار شد. اما خودم که تماشا کردم از 4000 میپرند مثلا 4 کس 8 کس میپرد نزدیک هم دیگر میشن دور میشن نقص دیده نمیشه. همین سلویت که حس میکنید چند آدم ها هستن اما چکار میکنن معلوم نیست. فقط زمین که میغلطن و بیچت میغلطن که میپرن. من گفتم یورا من میخوام نزدیکتر گیرم پرم شما قطعی چکل میشه؟ گفت هیچ گپ نه شما دسانت پاراشوت میتیم چون که کرلو قطعی سپارتسمن ها نمیتونن متخصص نمیتونن. بعد یک شخص میتیم که بعد از شما میپرد اگر پاراشوت شده نشد چیزا وای نزد شما میبیاد یک کمربند پژار ما ساختن و دادن که میگیرد واسه میکرد پاراشوت میکشد شما یک جا میشینید. اما این حادثه من با چشم خودم دیده بودم پیش چون که پیش 18 آگوست روز هواپیما بود دین اویاتسی میگفتن در توشینا مسکو جشن میشد. اونجا یک بار نشون دادن یک چتر باز به چتر پرید از 4000 بعد از یک کس دیگر پرید. چترباز چی است؟ چترباز که دست پاش میپرتاید سرعتش کمتر میشد. اگر یک چیزی شد پوشد هوا پر میشد سرعت باز کمتر میشد. 100 کیلومتر 80 کیلومتر ممکن برسد. اما اگر سرش پایین کنم بیاد تا 500 کیلومتر سرعتش میرسد. وای پرید دست پاش باز کرد پرید وای دیگر از همین خیلی سرش پایین کرد آمد نزدش آمد وای گرفت کمربند قد محکم کرد بعد پاراشوت خودش شد 2 کسی شد. من دیده بودم برای نمی ترسیدم. من همین خیلی شد راضی شدم پریدیم. حال دوشنبگی یوری برانов با پاراشوت راست به میانجای میدان فوتبال می‌پراید. استاد اسپورت درجه بین‌المللی یوری برانov تربیت‌گیرنده ایرکلوب دوشنبه میباشد. او بیشتر از 11600 مرتبه جهیده است. این در جهان نتیجه دوم است. یوری 47 مرتبه به رکورد جهانی و مملکت موفق شده است. او در آزمایش 15 نمود پاراشوتی نجات دهنده و سپورتی اشتراک کرده است. همین من سالداتیک برین کامرا وقت برای اینکه ساز کنم رفتم مسکو زیوزن گرادوک اونجا یک تا پاراشوتیست هست کسمونافت رو تیار میکند و سیومک میکند و من نشان داد گفت کاسک اما کاسک باید اینجا 2 تا روچکمانی رزینوق کشی چون که کامرا کلون است وقت میپری از شمال سرعت میلرزد باید رزینا قطعی بندی سرتا که وای کلوت کن نخورد چون که فشار هوا که میبیاد اینا رو من نوزکش یاد داد. بعد چقدر زمین داشته مثلا شما رو میگیرم اینجا رمکه میمونم من نگاه میکنم از بالای کسی دیگر کامر رگولیرت میکنم پایین تر بالاتر که هم که گفتن نفس محکم میکنم. پیش از پریدن کامر رو کنواس بود رو مندازی میپری. من از سمالیات هم خیلی پریدم کوکروزیک میگم اندوا پریدم بعد همین در کد دمش سمالیات رفت بعد اونجا پرید یک مایده چه فیگور سرخ مخصوص سرخ پوشید که در آسمان نخسریده شد. بعد هم خیلی کرده نزد من میبیاد من دستم خیلی میکنم دست من میگیرد کامر اینجا کروپ پلان میگیرن چقدر میلرزد همه چیزاش صورت میل آدم میبینه حس میکنه. بعد مثلا این خیلی دستش میکند شخ میترام دست حلقه رو میگیرد میکشد شد وازو شد از زمین این چطور نمیبینی شما حسم نمیکنی. بله من برای این گفتم که پریدن در کار بعد 2-3 کس جمع میشم میپرم اما یک چیر شد من خواستم گیرن نتوانم 3 بار پریدم نشد. خیلی فیلم های زیاد گرفتید با کارگردان های مشهور همون دوره ها یعنی از یک نگاه یعنی با کدام کارگردان ها بیشتر از نگاه یکدیگر میفهمیدید و خوب همکاری میکردید کی بود همون کارگردان؟ میدونی این کارگردان بهترین کارگردان کیمیگر بود بریس الکسیچ بود.
برای چی؟ اما کیمیاگر میتوانست اولا گروه و اطراف جمع کنه، پروفسیونال رو جمع میکرد، مثلا اکتور که دعوت میکرد، اما میدونست مثلا گردآفرید باید ایسایو مثلا باشه، سایران باشه، مثلا پادشاه کی باشه، گوربینش مثلا کی باشه. بعد یک چیز دیگر بود، واجب است که سیامش گروپا همدیگر قطعی هم فکر باشن از پیش. مثلا که میگه خواهی من سنار خوندگی گپ زدگی چیکار میکنه، اما هر شب مهمون خانه باشیم کجا میشین جمع میشدیم، که میگه جمع کردن و این رسام سه کسی جمع میکردیم، باز تکرار میکردیم، کاغذ مونده، یعنی من پگاه سحری میبیام سیام که میدونم چی میخواهم. فرستاد این لشکر افراسیاب که سهراب پرتاب سر لشکر است و همان دانا ورا یاور است. و من از همون فیلم هایی که شما نوار برداری کردید باری شده است که شما از همون نوار گرفته خود یعنی پشیمون شده باشید، گفته باشید که نه باید دیگر خیلی میگرفتم؟ این زیاد میشه. چرا زیاد میشه؟ گاهی مثلا امروز میگم پگاه این میگیریم، اما ممکن من تیار نیستم برای این، میگم خیلی این خیلی میگیریم، اما وقتی میگذره تماشا که میکنه میگم اگر شد این خیلی میکردن نقصر میشد، چون که آدم همیشه فکر میکند. آدم فکر که میکند، مثلا بعضی بچه میگن صورتگیری من به یاد دید، میگم خیلی صورت ها گیرید بیارید نشان دید، از باره من گپ میزن این است مثلا نقص است برای چی نقص است، این است نقص برای چی نقص است. این فیلم برداری هم که یک چیز که گرفته گاهی حس میکنه اگر یک چراغ میذاشتم اینجاش یک نور میذاشت از فون نظر میشد، صورت زیباتر میشد. چون که درباره کروپ پلان که میگیریم اکتورها رو هنرپیشه رو میگیریم، کار اپراتور خیلی واجب است که اینا رو نقص نشان دهیم. برای چی؟ برای اینکه هر کروپ پلان در فیلم یک رکلام برای این هنرپیشه است، برای فیلم های آینده. کارگردان دیگر که میبینن که معقول شد این کسی دعوت میکنن. برای این وقت کروپ پلان میگیرید چرا وقت زیاد میگذره، هنرپیشه نقش میفهمد اینا، برای هیچ وقت خفه نمیشه، چند وقت برکارد طاقت میبرد که زیبا براید فیلم. Скажи нам, путник, а что ужасного случилось в другом городе? И как ты поступил? В другом городе произошло действительно ужасно. Ну. شما درباره عکس برداری حرف زدید، بیاید درباره عکس برداری شما حرف میزنیم. سال 2014 یعنی شما صاحب جایزه گردیدید در یک آلبوم خود یا کتاب خود، یعنی چند موضوع رو در بر داشت، همینطور؟ یعنی درباره خوراک‌های ملی بود، درباره چند چیزها بود. بیاید در این باره قصه میکنیم. شد که ما یک آلبوم کردیم تاجیکستان از نگاه زاور دخته. این ایرج عینی، نویر عینی چاپ کرده بود و فروش رفت همش تمام شد. بعد دوباره چاپ کردن، اونجا уже عکس‌های دیگر موندیم، پانورام صورت‌ها موندیم دیگر موندیم. بعد یک کتاب چاپ کردیم، هم ایرج تشکیل کرد، تاجیکستان نامه نام داره. تاجیکستان نامه یک коробка قوطی برین، در اون 6 کتاب در 6 مثلا архитектура تاجیکستان، موزیکال اینسترومنت تاجیکستان، منظره‌های تاجیکستان، خوراک‌های تاجیکستان، رقاص‌های تاجیکستان، 6 مسئله حل کرده بودیم که این برای توریستا یک کتاب نقد بود، سوینیر کتاب بود. اما حیف که زود تمام شدن، نیست حاضر فروش اینجا نیست. اینجا تاجیکستان ما نشون میدیم، منظرهای تاجیکستان، چهره‌های تاجیکستان، رسم و عادت‌های تاجیکستان، صنعت تاجیکستان در این کتاب‌ها نشون میدیم. حاضر من باز تلفن کردن که همین دو تا کتابه و در بارخون در 2 صفحه فرانسوی نوشته از یونسکو، از یونسکو
در سپتامبر نمایشگاه میشد فرانسه فرستادیم در اونجا اشتراک کنیم. حاضر میبینید چه خیلی تمام میشه. امیدوارم موفق میشه. بله واقعا خوب نصیبت تو اندازه صحبت ما یک صحبت اختصاصی هم شد، یعنی درباره نازکی‌های همین کسب نواربرداری و فیلمبرداری گفتیم. بیاید از جهان باطنی استاد زوردخته واقف شویم. خوب یک چند سوال‌های میدیم نسبت شخصیت استاد. خب استاد میگفتید که از چی افتخار دارید تو این زمان چون کار و فعالیت کردید در این رشته؟ آدم وقتی یک کار میکند فکر افتخار نمیکند، فکر کارش میکند که نزد کنند. اما وقت که میگذارد میگه اقلا یک یادگاری ماند از من. یک بچه کوچکی هم برادر بزرگم رؤوف جراح معروف بود خدا رحمتش کند، خیلی زور بس 2 هفته گپ نمیزنیم یک تا البوم گرفته یک 4 خط نوشت اونجا و من شعرها اینا یادم نمیماند فراموش میکنم. حاضر پروانه میرد و شم میسوزد و جوانی مانند یک زورق کوچک در اقیانوس کبیر محو نابود میشود. عشق و محبت است مانده و خواهد ماند. ما باید هم خیلی کار کنیم، یک سازیم، یک کار از خودم ماند که ما نه که خودمون فخر کنیم، آینده ها فخر کنن که ما خیلی شخصیت داشتیم هم خیلی کار کردن. چون که هر فیلم که ما میسازیم مستند باشد چی باشد این بعد از چند سال ارخیو میشد که اکتورها هنرپیشا میرن اما کارهاشون میمونند. چی مثلا حاضر ما نگاه میکنیم فیلم یکم فیلم شاهنامه بود آهنگر کاوه آهنگر. من حاضر پرچم یکم میگن از کاوه آهنگر سر شد. اون وقت این گپ ها نبود که اما وقت گذشت این در کار شد و تاریخ ما شد. هر کاری هم خیلی است. برای این آدم وقت کار میکرد افتخار نمیکنند. این افتخار باید کسی گوید دیگر. مثلا من همین چند سال که فیلم برداری کردم چند تا شاگردا تیار کردم اما یگانشو نمیگم از شاگرد من تیار کردم. ویتا میرزایان، آلیک ابراموف، خمید و بچه خمید و حاضر بهترین اپراتور در پولش هست. آلیک ابرام همسایه بود، پدر مادرش ما گفت کنید حاضر انتوه در نیویورک کار میکند. اگر انتوه کار نشون میده امریکا نیویورک میشد میگه آلیک ابراموف اپراتور شده. این مگه فخر نیست که یک کار نیک کردم موند و با این کار و آدما کار خودش میگذرانند و اگر گوید که استاد من زور است من از این افتخار میکنم. В 100-й раз я говорю, нет у меня никакого леса. Когда придет баржа? 2-й день на мели сидит. Ну вот как прибавится вода, так и придет. Лес нужен сегодня. Ну подождите, может вырастет. И оставьте у меня, пожалуйста, в покое. Видите, зубы. از چی ترس داره در حیات؟ ترس نمیدونم، فکر نمیکنم. شاید از این چیز نمیترس. یوش که بودیم میگفتیم خیلی اقلا تو 50 زندگی کنیم تا 60 زندگی کنیم یک چیز کنیم اما حاضر که سن سال بالا رفته است زندگی شیرین. بله. ترس زیاد شده. اما خیلی خدا که چی آدم داده است اون میشه. باید هیچ وقت فکر نکنید چی میشه. از بالا اگر چی شده است آدم میگه اینجا نوشته است. درست. ما نمیبینیم. میدونی چی وقتی که تاجیکستان رو از نگاه زوردخته میبینی یعنی از روی عکس های شما میخوای همیشه از نگاه شما تاجیکستان رو ببینیم ولی این لحظه میخوایم که تاجیکستان رو از سخنان شما بشنویم و از دوستداری شما دوست داریم. از سخنهای شما چگونه وصف میکنه تاجیکستان رو؟ میدونید هر کس باید وطنش دوست داشته باشد. خیلی من هرچی در داغستان تولد شدم اما من تاجیکستان وطنم حساب میکنم چون که از سال 1950 من در تاجیکستان زندگی میکنم. این وطن شماست. بله و وقتی وطن دوست داری و اطرافش آدما رو خواهی دوست داشت. ما چون که پیش خیلی اهمیت نمیدادن آدم میره میگذرن اما وقتی عکاسی میکنی به این چیزا اهمیت میدی. حس میکنی که مثلا تاجیکستان یک گوشه بهشت است.
چون که ما هر چیز داریم. مثلا میگن کاراکوم شن دارد. من چند صورت دارم در تاجیکستان گرفته است. میگن چه ترکمنستان نیستی؟ نه. همین در انسان پوستش عوض میکند از دوستی تیگرو و بالک میگن. همونجور ما ناتور میافتن که ماشین باید برود. همونجور برخان ها چند یافتن. چند صورت دارم برخان و درخت خوش شده. همه میگن ترکمنستان گرفته، کجا گرفته اینه؟ همینجا گرفتن. همینجا وطن خود ما. بعد کوه‌های خیلی زیبا داره. چی دلجوی جوی بود در رئی لاله های سپید. زنیم خیمه اینجا. بله شاید اینجا زنیم پاسگاه. دریغ از گل ها شود زیری پا. از گرمانیا از خارجه می آمدن برای کوههای ما تماشا کردن. من میدونم که این توریست ماشینا می آورد ورزوب، یعنی مثلا 50 کیلومتر 60 کیلومتر یک درخت کلام می افتن اونجا سفره میکردن، اما توریستا میرن بالا کو عکاسی کردن صورت چون اونا این خیلی کوه ندیدن. بعد ما کوههای گوناگون داریم. داشت ما خودم مثلا من قنچی بودم، در قنچی یک کوه هست مانند شمشیر قطی بریدگی. بله. یک ما باش از قطی رفت گذاشتم ممکن. تابستان تمام کفترها چیزا اونجا جمع شد چون خنک سالگی اونجا. بعد همین ما 64 سال من فیلم مستند میگرفتم در کلوب. اونجا دیرکتورش یک اسیستنت بود، دیرکتور اوچی مدوچیلیشی. گفت آقای زور میخواید و همین یک کویستان میریم دکترها پریویف میکنن، بعد اونجا شکار میریم. و مومین آباد رفتیم، مومین آباد سومکار تمام کردیم، سه نوار فرستادم. ما خودمون شکار رفتیم 40 دختر. اون وقت 64 سال یکم برای 40 دختران مومین آباد من دیدم. نقش کامera داشتم، اونجا چند تا پانوراما گرفتم، چند تا چیزو سیوم کردم. بعد سالای 69 70 بود. رستم فیلم رستم سورا میگفتم و شد چون که اسفرای اصلا گرفته بودم، اسفرای و بلگراد نیستروفسکی قلعه رو در بلگراد نیستروفسکی. اونجا میخواستیم گیریم ان جنگش، اما اونجا نوشته که اطرافش یگون کس نباشد، سربازا باید نگهداری کنند. من یادم اومد همین 40 دختران. گفتم برای چی؟ یا آرخیو من یابم یک فیلم بود باشد، آرخیو 40 دختران هستم خیلی کول. رفته یافتم نشون دادم، همین که دید زور دیساتکا همینجا میگیریم. کلاب رفته حکومت قد گپ زدیم، اونجا راه نبود، سنگ‌های کلانکن رو اونجا از مومین آباد بولدوزر گرفته 3 روز ما با راه ساختن، کم کم سنگ‌ها گرفت که این تونواگن کامرواگن ریخترسن رو بریم اونجا. برای همین جنگ رستم سرمت گرفته. بینالم به درگاهت کردگار، بدین کار این بنده را بازدار. عدوی است اما همه مهری من، بجنبد به شرم آورد چهری من. گمانی برم این نبرد جوان، پوری من بود از خطا الامان. همان زور خواهم که از آغازی کار، به من دادی ای پاک پروردگار. استاد وقتی که هر یک انسان یعنی غمگین می شود، هست لحظه‌ای که غمگین می شوی و هنگام غمگینی شاید یگان شعر رو قرائت میکنی یا اینکه یگان سرود رو زمزمه میکنی. دارید همین گونه سرودی که شما در خانه گاهگاه زمزمه میکنی و خود رو یعنی بالیده روح میسازید؟ بله. خب خیلی یک چیز هست که البته هر کسی چه اخلاقی داره، بله. چی دارن. اما مثلا از بچگی موسیقی تئاتر دوست دارم. مثلا بالت، اپرا، کنسرت ها میروم تماشا میکنم، اما خودم یگان چیز یادم نمیمونه. زمزمه نمیکنید؟ مثلا مکتب شعر یاد کردم مشکل بود مثلا من چون خیلی فکرام تیز فراموش میکنم. اما یک چیز بود، یک وقتی یک افیسر میگم ده، افیسر زندانی میکنن باید پگاه و کشد و زندان نوشته و شعرش مینویسد
بعد یک وقتا سال 60 خیلی همین زیاد این شعر رو در تاجیکستان میخوندم. این نام داشت مرا ببوس. مرا ببوس اون نوشته است به دختری که عاشق بود اما میداند دیگر نمیبیند چون فردا میرد به جستجوی راه خودش راه دیگر گم میشه. اگر خیلی من صدا ندارم میتونم اما میگونه که در خانه زمزمه میکنید مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار خدا تو را نگهدار که میروم به سوی سرنوشت. ای دختر زیبا امشب نزدت مهمانم لبها به لبت مانم تا سفر کنم به جستجوی چوب. یعنی شما هر شام برای همسرتون البته که این سرود رو میخوندید؟ آره یاد جوانی ها کردم. همسرم البته همسرم دوست دارم. همسرم ما 3 بچه داریم، 2 دختر و 1 پسر. یک دخترم نرگیز در مسکو کار میکند، زندگی میکند با عائله‌اش با بچه‌هاش. دختر دیگرم در دوشنبه کار میکند در بانک جهانی. پسرم دندان پزشک است و من افتخار میکنم که همه گاه مهمان میشم و تعریف میکنه و دندان ما همین خیلی ساز کرد، همین چی پرابلم بود همه کرد. حالا پدر همیشه شاد میشد که بچه‌هاش ناز تربیت شده است که راه خودشون یافته است و نه که نام پدر گم نکردن و نام خودشون رو بلند کردن. و حس میکنم که در خانواده باید همین خیلی ما پدر مادرها بچه‌ها تربیت کنیم که هیچ وقت شرم نکنیم وقتی نام ها رو میارن. برعکس خرسند شم که من خیلی تعریف میکنم. بس ما بی خود زندگی ما نگذشت، بی خود عمر ما نگذشته است. ما از خودمون که رفتیم بچهای ما مونده با نام نیک موندن، با احترام ما بین آدمان. بله همین است رسالت زندگی، رسالت انسان. البته خوب استاد تشکر زیاد که دعوت ما را پذیرفتید. باور کنید خیلی هم یک صحبت گرم و صمیمی بود که برای ما البته پسند آمد. من باوری دارم که برای بیننده برنامه نورافکن نیز پسند میآید، زیرا خیلی هم یک صحبت اطراف کسب نواربرداری، اطراف کسب فیلم آفری بود و همزمان درباره زندگی شما نیز تا اندازه بیننده باوری دارم آگاه شد. ولی ما میگوییم که البته این صحبت اولین و آخرین نخواهد بود، چون در یک فرصت نمیتوان همه چی را از یک نفر بپرسید و همه گپ را بگفت. از این رو ما میگوییم که صحبت ما ادامه دارد. البته در برنامه‌های آینده ما چون فرصت دست داد حتما شما را دعوت میکنیم و باز هم همین گونه صحبت‌ها همین گونه درباره ایجاد و سینمای تاجیک خواهیم کرد. تشکر. امیدوارم که آینده یک فکر دیگر کنیم، یک کارایی کنیم که برای بچه‌های ما نتیجه دهد. مثلا من میتونستم یک چیز کنم، بیاید یک برنامه ساز کنیم، مثلا حاضر کجا نمیبینیم این تلفن‌ها قطعی صورتگیری میکنن. بله. اما نمایشگاه شما نمیبینیم. یا وقت ندارن یا وسایل ندارن. من میگم یک میتونستن برنامه کنیم من چه پیش ها صورت میگرفتن، چه خیلی دستگاه بود. چون که پیش مشکل بود، اونا نوار قطعی میگرفتن، نوار قطعی باید بود اکسپانومتر باشد، نور سنجیدن، چه دیافراگم ماند. حاضر بچه یگام که از بچه ها پرسید چی از دیافراگم چی از ویدرش که نمیدونن، همه نگاه میکنن چی گپ دیافراگم. ما میتونیم یک برنامه سازیم و اینا گذشته نشان دهیم و مقایسه کنیم با امروز تکنیک امروز. بله بهترین پیشنهاد است. البته ما باور داریم که این پیشنهاد عملی میگردد در تلویزیون سینما همینطور نصیبه. درست است. سپاسگزاریم از صحبت از سخنان عارفانه و صادقانه شما. به شما پیش از همه صحت و سلامتی، عمر بردوام و سایبانی سری فرزندان و نبیره ها بودن را تمنا میکنیم. تشکر. من برنامه سینما رو همیشه نگاه میکنم و خوشحالم که با این استودیو سینما تاریخ فیلم های سینما رو زیاد نشان میدن و کسانی که به این کار سر کردن، یعنی شروع کردن در این رشته کار کردن، که ما باید و استادای خودمون فراموش نکنیم. چون استادها ما رو کلان کردن، استادها ما تربیت دادن. ما همین استادای نفس که داشتیم ما یاد گرفتیم خیلی چیزها رو و این چیزها ما باید با بچه ها آینده اون چی یاد گرفتیم.
هیچ وقت فراموش نکنیم. بله. سلامت باشید. خب بینندگان گرامی، فرصت ما الکی به انجام میرسد. در آخر برنامه تنها به شما صحت و سلامتی و عمر بردوام را تمنا میکنیم. خیر، تن صحت و خانه آباد باشید. خیر.